دوباره سلام میکنم. خیلی خوشحالم که میبینمتون. واقعا باعث افتخاره که توی جمع شما هستم. برای اولین بار هستش که خیلی از شما رو میبینم و اینکه خب قراره که من از نگاه علم تغذیه به این کتاب متفاوت و همینطور بحث برانگیز در موردش صحبت کنم. این کتاب ما رو دعوت میکنه به سفر درونی. همینطور که یاسمین عزیزم انقدر قشنگ توضیح دادن، من فقط میخوام دوباره برگردونم توی مسیر، اصلا نمیخوام تکرار باشه. و میخواد به ما بگه که اون پرخوریه که حالا از خوردن ایجاد میشه فقط دلیل بر چاقی نیستش و ما وقتی که برگردیم به درون خودمون میبینیم که اون چاقیه پنهان شده با اون احساساتی که ما نسبت به خودمون داریم: خشم، افسردگی، غم، استرس، اضطراب و همین چیزهایی که یاسمین جون گفتن. خب و چه دلیلی هست و چه پیچیدگی، رابطه پیچیده‌ای بین غذا و ما ایجاد میشه که ما بدون اینکه احساس گرسنگی بکنیم غذا میخوریم؟ چه اتفاقی میفته که من شبها پناه میبرم به یخچال و دلم میخواد که غذا بخورم؟ من میخوام که توی تایید این ابتدایی که حالا نویسنده گفته و من هم کتاب‌های ایشون رو میخونم و برام واقعا قابل احترام هستن، البته نه به اندازه شما کتاباشون رو نخوندم. بچه‌ها یه تحقیقی که انجام شده توی مجله بادی ایمیج ژورنال، توی اون تحقیق و به چاپ رسیده گفته شده که 30% از خانم‌ها و 15% از آقایون با وجود اینکه شاخص توده بدنی همون BMI نرمالی دارن ولی از خودشون راضی نیستن و تصور ذهنیشون نسبت به خودشون چاق هستش و همین حسی که من چاق هستم با وجود اینکه توی رنج طبیعی هستن، استرس و اضطراب توی این افراد به وجود آورده و باعث شده که پرهیز بکنن از افراطی پرهیز بکنن از خوردن غذا و یا اینکه دچار پرخوری‌های عصبی بشن. دقیقاً با این کتاب همراستا هستش اینجا علم، یعنی همون نگاهی که تو نسبت به خودت داری و اون نپذیرفتن خودت به عنوان یک انسانی کامل. من تمام سعیم این هستش که توی این مدت کوتاهی که حالا در اختیارم هستش و قرار هم هست و به من گفته شده که از نگاه تغذیه و علم این کتاب رو با هم دیگه بررسی کنیم و در موردش گپ بزنیم، این هستش که واقعاً بیام این یافته‌های علم تغذیه رو با نگاه معنوی همسو و مکمل بکنم و به قول معروف یک دستاورد پایدار و ارزشمندی رو بهش برسیم که بتونه مفید باشه برای کسانی که حالا درگیر این عدم تناسب اندام هستن و بتونه برای اونها مؤثر باشه. اول از همه دوست دارم که اون پیام‌های اصلی کتاب که حالا در مورد تغذیه گفته رو خیلی تیتروار بهتون بگم. این کتاب میگه که شما با اون عدم تعادل درونی که دارید که یاسمین عزیز در موردشون صحبت کرد، باعث میشه که احساس خودتون نسبت به خودتون تغییر بکنه و همین تغییر احساس شما نسبت به خودتون که نتیجهش میشه همون اضطراب، نگرانی ها، دلشوره ها، خودش باعث میشه که به اون روند چاقی کمک بکنه. و از اون طرف میگه که اصلا چاقی دشمن نیستش و شما باید اینو بپذیرید. آدمی که اضافه وزن داره باید بپذیره، نباید فکر کنه که اضافه وزن من دشمن من هستش. و میگه که یعنی اعتقاد نویسنده به این هستش که اون فشارهای روانی باعث شده که تو رو از اون توی اصیلت دور بکنه و خب میگه راهکاری هم که داره این هستش که تو به درونت مراجعه کنی و بیشتر خودت رو بشناسی و میگه که مشکل تو توی بشقاب تو نیستش.
و اومده کلی راه حل به ما داده که بتونیم مبارزه بکنیم با این اضافه وزن. گفت ما رو دعوت کرده به سکوت، دعوت کرده به مدیتیشن، دعوت کرده به پذیرش، به ما توصیه کرده که دست از سرزنش خودمون برداریم، با خودمون مهربان باشیم و بیشترین تمرکزی که این کتاب داره، همونطور که یاسمین عزیز اشاره کردن، مدیتیشن هستش. من میخوام توی تایید این همه مواردی که تیتروار براتون گفتم بگم که و یه چیز دیگه، یک جایی خیلی تاکید کرده، این مهم هستش که براتون بگم، تاکید کرده که یک فردی تا زمانی که خودشو کم ارزش بدونه، که پذیرشش نسبت به خودش بالا نره، هیچ رژیمی نمیتونه روش تاثیرگذار باشه. من باز میخوام از نگاه علمی به این نگاه بکنم و بهش برچسب تاییدیه با نگاه علمی بزنم. توی تحقیقی که انجام شده مشخص شده که 43% از کسانی که اضافه وزن دارن درگیر، یعنی بعد از اون مطالعه و تحقیقی که انجام شده، علت اون پرخوریشون پرخوری احساسی بوده، نه گرسنگی واقعی، و این عدد بالایی هستش. ولی با همه اینها یک سری تناقضات، یک سری اصلاحیه ها، اصلا میتونیم اینطوری بهش نگاه کنیم که یک سری از نگاه های دیگه‌ای هم ما میتونیم که به این کتاب که توش اشاره نکرده نگاه بکنیم. منظورم اینه که به یه سری از بعدها، مثل بعد فیزیکی، بعد فیزیولوژیکی و همینطور بعد متابولیکی هم نگاه کنیم. هورمونی، خب اینا هم نقشه خیلی پررنگی دارن توی چاقی و اضافه وزن دیگه، به اینا هم یک گریزی بزنیم. اگر که من بخوام از نگاه علمی چاقی رو برای شما تعریف بکنم، چاقی به فردی گفته میشه که یک از انباشتگی بیش از اندازه چربی توی بدنش باشه و این انباشتگی چربی باعث بشه که اون فرد مریض بشه و یک جورایی سلامتیشو به خطر بندازه. علم این تعریف رو داره از فلسفه چاقی. ولی وقتی که به جزئیات دقت میکنیم، وقتی که وارد فیزیولوژی بدن میشیم، میبینیم که اصلا این علتهای چاقی فراتر از اینها هستش و خیلی مسائل دیگه هم میتونن باعث تشدید چاقی بشن که من اینجا دوست دارم براتون بگم. یکی از تاثیرگذارترین عوامل از نگاه علم عدم تعادل انرژی هستش. یعنی چی؟ یعنی که ما به اندازه‌ای که انرژی میسوزونیم، بیش از اندازه‌ای که داریم انرژی میسوزونیم کالری میگیریم. یعنی من توجه به این نمی کنم که نیاز بدنم چقدره و با توجه به اون نیاز بدنم بخورم. این باعث عدم تعادل توی بدن من میشه. هورمون ها، من همیشه میگم هورمون ها پادشاه بدن هستن. اگر هورمون ها خوب کار بکنن، هورمون گرلین، هورمون لپتین، هورمون انسولین، هورمون کورتیزول، همه چی ما درست کار میکنه و این هورمون هایی که اسپردم تاثیر مستقیم روی تناسب اندام دارن. یعنی قشنگ سیگنال هایی که این هورمون ها میدن، اولین چیزی که داره بهت میگه که من خوب کار نمی کنم، حواست به من باشه و ما میبینیم همون چاقی هستش که خب حالا رو زیاد داخلش نمیریم چون خودش اصلا یک بحث عمیق و خیلی جذابی هستش. عوامل روانشناختی، استرس، اضطراب، غمزدگی، افسردگی کاملا تاییدیه علمی داره که روی چاقی تاثیرگذار هستش. ژنتیک تاثیر داره، وراثت، ولی خوشبختانه این ژنتیک که توی خیلی چیزها قدرت داره و خیلی جاها ما رو اذیت میکنه، اگر یک لایف استایل درست داشته باشی خیلی زورش کم میشه و اون تأثیری که حالا توی چیزهای دیگه داره رو میاره پایین. مورد دومی، همه گفتم تازه میگم مورد دوم، خواب هستش. وقتی که یه فردی خواب نامناسبی داشته باشه، چرخه بیولوژیکی خوابش تنظیم نباشه، اون هورمون گرسنگی رو فعال میکنه
و در آخر سبک زندگی بی‌تحرک به اضافه رفتارهای ناسالم غذایی هست. یعنی چی؟ اکثر ماها شغلامون الان شده پشت میز نشینیم، یعنی که ما به خودمون میایم میبینیم 3-4 ساعت از پشت لپتاپ، حالا میز کار و یا هر چیز دیگه، اصلا یه تلفن تکون نخوردیم و شاید یه احساس نیاز بکنیم، حالا با دستشویی رفتن، تشنه شدن، از جامون بلند بشیم و از اون طرف به خاطر سبک زندگیمون که هممون دوست داریم پیشرفت بکنیم و اون حس جاماندگی تومون ایجاد نشه، پناه میبریم به غذاهای آماده. برای درست کردن غذا وقت نمیذاریم. درست کردن غذا خودش یه تراپی هستش. ترجیحمون این هستش که بیشتر پول در بیاریم تا بیایم برای اون غذا درست کردن وقت بذاریم. میایم از غذاهای آماده بیشتر استفاده میکنیم. غذاهای فراوری شده رو بیشتر میخوریم. خب اینها، حالا شما فکر کنید یه آدم کم تحرک کنارش هم اینطوری غذا بخوره، خب نتیجهش میشه همون چاقی.